برای اولین بار تو رپ فارسی داریم رپ بتل خیابونی 2 تا دختر رو میگیریم. شما اول میخونی یا دوم؟ هیچ فرقی نداره. شما چه جور راحت؟ میخواستم رپ نکنم، ندیدم در خوری. با جنازه شهر بتل میکنم چون پیشبرگ و ویکتور همتون رو گفته. باید بیت خالی پلی میدادم ولی خب بابا آبرو دخترا رو نبر ناموسن. رو بیت خالی باختی اینجا میتینگ رپه. شروع ارائه من تو تشرف حالت بعد پاشو یا قیان رو بغل کن. همیشه کف خیابونی بگو پس چرا تو رو ندیدیم. افته بخوام رپ بکنم تو این وضعیتی که نه خودت درت بمونی نه تیم اتیقت. عمودیت که پلیسا ریختن میتینگم و همه این گنده گوزا در رفتن. یا نقشه رو بدن کلینیکات باید خدافظی کنی. آقا جفتشون خوب بودن.